آقا سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم تو این تایمی که نبودیم حسابی از ماهیگیریتون لذت برده باشید. امروز اومدم با آموزش ریسه، حالا مخصوص هم گندم میتونین ازش استفاده کنین، کرم میتونین، میگو میتونین، ولی خب بیشتر برای تالابا کار میده. خب شما میایین حدوداً 60 سانت تا 70 سانت نخ میگیرید، یه گره تی ایجاد میکنید. گره تی به این صورت. حالا من باید با دندون بگیرم یا حالا هر چیزی، این قسمتشو جدا، چون این نخ باید از وسط این نخ رد بشه و بیاد بیرون و سه طرف همزمان کشیده بشه تا گره تی تشکیل بشه. حالا رو قسمت سرب کامل براتون توضیح میدم یا توی ویدئوی دیگه گره تی رو براتون میذارم حتما. ببخشید. خب گره تی، این گره چون خفته خیلی درصد پوکیدنش یا حالا پاره شدن نختون خیلی کمه. به این حالت خیلی راحت میتونین قلابتون رو وارد کنید. همونطوری که میبینید. حالا برای کپور، چون قلابای مثلا VMC یا موستاد استفاده میشه، یه زاویه شکستگی تو این قسمت قلاب هست، ولی خب تو این قلابای پایه بلند نداریم همچین چیزی ها. برای همین حالا من از پشت وارد میکنم. قلابم صاف وایسته، خیلی تاثیر داره. خب یعنی رو قسمت سرب میاد ما بین دوتا قلاب، یعنی برعکس اون ریسه هایی که قبلا میپیچیدید، میبافتید، استفاده میکردید که سرب همیشه پایین کار بود. این برعکسه، گره تی رو تشکیل میدید. به این صورت سرب با نخ از وسط دوتا رد میشه. به این حالت دو سر رو با هم میکشید. اینجا دیگه نیاز نیست با دندون بگیرید، چون خود وزن سرب یا حالا چون سرب میخواد بیفته وسط این کار، به این حالت جواب میده. حالا شما میتونید یه گره تی معمولی بندازید و به همون صورت که قلاب رو وارد کردیم سرب سبک استفاده کنید. میایم سر قلاب سر کار و میتونم بگم 70% ماهیایی که با این ریسه گرفته میشه با قلاب سر کاره. اینم میرین یه تنابه دار. برای گره تنابه دار حداقل از 3 به بالا، حالا 5 6، شما 50 تا که بپیچین دورش جواب میده، ولی خب 3 به بالا، 4 5. من چون این نخ فوق العاده ضخیمه 4 تا و میکشید. سعی کنید همیشه اینو با انبر دست یکم ازش بکشید و خفتتون کامل بشینه. ببینید گره جمع شد. خب اضافه کارمون رو میبریم و ادامه کار. حالا اینجا دوباره میتونید یه دونه دوراهی استفاده کنید، میتونید یه گره، چون شما سر با مثلا کسایی که با لنسر استفاده میکنن، چوب ماهیگیری دارن، معمولا سر لنسر همیشه هرزگرد باید باشه. این گره رو بزنن، همین 3 تا حلقه رو تشکیل میدین، بعد میکشید. دیگه نیازی نداری که بخوای دوراهی تو کارت استفاده کنی. همون هرزگرد به خاطر چرخشی که توش داره نمیذاره تاب توی سیم لنسرتون بیفته. این ریسم به این حالت.
حالا شما کرم، میگو یا گندم یا حتی ذرت، خیلی بهتر از اون ریسه های انشابی بهمون جواب میده. خب دوستان، امیدوارم این آموزشم بهتون جواب بده و تونسته باشم کمکی کرده باشم به ما.